خانه پدر و مادر بعد از خانه خدا تنها خانه است که روزی 10 بار میتوانی بروی بدون دعوت و هر بار صاحب خانه از دیدنت خوشحال و خوشحال‌تر می شود. خانه‌ای که برای رفتن نیازی به دعوت ندارد. خانه‌ای که حتی خودت می توانی کلید بیندازی و وارد شوی. خانه‌ای که همیشه چشمانی مهربان به در دوخته تا تو را ببیند. خانه‌ای که یادآور آرامش کودکانه توست. خانه‌ای که حضورت و نگاهت به پدر و مادر عبادت محسوب می شود. به گفتگویت با آنها ذکر الهی است. خانه‌ای که اگر نروی دل صاحبخانه میگیرد و غمگین می شود. خانه‌ای که قهر با آن قهر با خداست.